اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پیوندان فوتیدگان و زخمیان صدمه در کلاب همدردی بیان کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رابطه با صدمه مدهش نقلیاتی در کلاب به خانواده‌های هلاک شدگان اظهار همدردی نموده و زخمیان شفای عاجل آرزو نمود. در این باره امید خبر خبر می‌دهد. گفته می‌شود که رئیس جمهوری کشور محترم امامعلی رحمان همچنین از ساختار و مقامات دخلدار سپارش داده است که به خانواده‌های هلاک شدگان کمک مادی رسانیده برای تبابت مجروحان و برقرار نمودن خانه‌های ضرردیده تدبیرهای فوری اندیشند. یادآور می‌شویم که بر اثر صدمه نقلیاتی در کلاب 10 نفر به هلاکت رسیده، 13 نفر مجروح شده اند. در این باره خبر می‌دهد ازیا پلیوس تیجی. اون کسایی که وفات کردند، اون کسایی که با سبب همین حادثه مدهش جان باختند، خداوند متعال طریق رحمت شایسته جنت قبرشان را پرنور کند و با باقی ماندگانش، پدر و مادر و زن و فرزندانش و خویش و تبارانش صبر جمیله، صبر پیغمبری خواهان هستیم. و اون کسایی که در بیمارخانه بستری هستند، خداوند متعال بر آنها شفای کامل و شفای عاجل نصیب دهد. ما با شماییم، مردم کلاب. انشاءالله که همش خوب می شود.